بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کتاب دوم، درس پنجم. شروع کنیم انشاءالله. My name is John. My name is John. خب my اینجا ضمیره. my ضمیره، همون مثل ضمیری که درس قبلی خدمت شما توضیح دادم، اما اینجا my ضمیر ملکیته. ضمیر ملکیت یعنی چیزی را که به شخص نسبت میدن. مثلا گفتم my name is، نام من جانه. بنابراین وقتی چیزی را، یک شیء را، چیزی را به شخص نسبت بدن، او رو میگن ضمیر ملکیت. my اینجا ضمیر ملکیته. my name is John. name که میشه نام. یا نام من هست جان. خب اینجا my name is میمی. my name is میمی. نام من هست میمی. خب this is my shirt. this is my shirt. این هست پیراهن من. shirt پیراهن، لباس. this is my dress. this is my dress پیراهن این خانم. لباس زنان، به لباس زنانه میگه dress. پیراهن زنانه میشه dress. پیراهن مردانه میشه یا لباس مردانه میشه shirt. خب اینجا صورت رو توضیح دادم. this is my face. this is my face یعنی صورت. این قسمت کلن را میگن صورت. همون قسمتی که ما در وضو میشوریم. this is my eye. this is my eye. میگه این هست چشمهای من یا چشم من. this is my eye این هست چشم من. اما اگر یک اس اینجا اضافه کردیم میشه eyes به معنی چشم ها و eye به معنی چشم. خب علامتش کجا زده؟ اینجا. درست شد. this is my eye میگه این هست چشم من. eye یعنی چشم. خب this is my ear. this is my ear چی میشه؟ گوش. علامتش اینجا زده گوش. this is my ear یعنی گوش. این هست گوش من. ears وقتی یک اس اضافه کردیم ears شد میشه گوش ها. ear گوش. this is my nose. this is my nose این هست دماغ من. علامتش کجا زده؟ اینجا. دماغ من. میگه این هست دماغ من. این هست دماغ من. nose یعنی دماغ. خب this is my lip. this is my lip همون لب میشه. لب ما میگیم لب، ایرانی ها میگن لب. این قسمت this is my lip این هست لب من. this is my tooth. this is my tooth میشه دندون ها. اینجا علامتش اینجا زده. this is my tooth
This is my tooth. این هست دندونهای من یا دندون من. tooth دندون. This is my tongue. This is my tongue. این هست زبان من. tongue زبان. این هست زبان من. This is my mouth. This is my mouth. این هست دهن من. This is my mouth. این هست دهن من. خب اینجا my لیک همون پا رو میگن، از کمر تا این مچ پای رو میگن لگ یعنی پا. This is my knee یعنی زانو. My foot یعنی خود پا. shoe. This is my shoe چیز کفش میگن. shoes وقتی شد یک جفت کفش میشه، بیش از یک دانه میشه، اما shoe کفش. خب my arm همین بازو یا ما جور بهش میگیم، جور از بازو تا مچ دست میگم arm. my thumb میشه انگشت شست. thumb این بیش که داخلی کلمه آمده ای تلفظ نمیشه. This is my finger. این finger میشه این انگشت. finger همین انگشت دوم، انگشتی چیزم هست. خب my hand که میشه کل دست، این قسمت دست کلن میشه hand. صفحه بعد. This is my head. This is my head. اشاره میکنه میگه این هست سر من. head سر. Yes, this is your head. Yes, this is your head. بله این هست سر شما. Yes به معنی بله. این اشاره میکنه میگه بله این هست سر شما. This is my hair. This is my hair. این هست موهای من. این هست موهای من. Yes, this is your hair. Yes, this is your hair. بله این هست موهای شما. یور ببینید اینجا یو که هست میشه شما. اون آر که اومده آر ملکیته، همون مثل مایی که نسبت میدهد این موی را به این شخص. یور یعنی مال شما. یور هیر این هست موهای شما. This is my neck. This is my neck. خب میگه این هست گردن من. Yes, this is your neck. Yes, this is your neck. بله این هست گردن شما. بله این هست گردن شما. Yes یعنی بله. Read aloud. بخوانید با صدای بلند. Ship کشتی. Shop مغازه دکان. شرط پیراهن لباس. شو کفش. شی ضمیر به این خانم، او خانم. فیش ماهی. خب اینجا گفته look at page 17. look at page 17. look یعنی نگاه کن. look به معنی نگاه کردن. look نگاه کن. at یک حرفی کمکیه، یک حرف اضافه است، یک حرفی کمکیه به معنی به.
نگاه کن به صفحه 17. look به معنی نگاه کن، at به معنی به، page صفحه، 17 اینم 17. look at page 17. نگاه کن به صفحه 17. خب point and say اشاره کن و بخوان، یا یک معنی دیگهش نگاه کن هم میدن، نگاه کن و بخوان یا اشاره کن، بیشتر این معنی رو میده اینجا. اشاره کن و بگو، اشاره کن و بگو. point اشاره کردن، and به معنی و، say به معنی گفتن. point and say اشاره کن و بگو. This is Mr. Bill. This is Mr. Bill. این هست آقای بیل. This is his son. This is his son. خب این جمله‌اش که شما میفهمید، this یعنی این، is یعنی هست، اما اینجا his رو معنا کنم. his به معنی ضمیر ملکیه، مثل my. is به معنی مال من، ضمیر ملکیه. his یعنی ضمیر ملکیه. this is his son. میگه این هست پسرش، این هست پسرش. پسرش یعنی this is Mr. Bill. این هست آقای بیل. و this is his son. his که گفتیم معنی چیز میدن، ملکیت رو یعنی نسبت میدهن، ضمیر ملکیه. بنابراین میگه که این هست پسرش. son یعنی پسر. boy به همه پسرها اطلاق میشه. وقتی شخصی بخواه بگه، میگه پسر فلانی، میگه son. این هست پسرش. this is his daughter. this is his daughter. این هست دخترش. این هست دخترش. his این دختر رو به آقای بیل نسبت میدهد، میگه این هست دختر آقای بیل. this is Mr. Bill. this is Mr. Bill. این هست خانم آقای بیل. Mr. Bill یعنی خانم آقای بیل. میستر که اینجا میشه آقا، این ایسی که اومده اینجا ایسی ملکیته که همین خانم بیل را به آقای بیل نسبت میدهد. میگه این هست خانم بیل، یعنی خانم آقای بیل هست. this is her son. خب این هر اینجا ضمیر ملکیت، منتها برای خانم. ای برای مرد بود، برای آقا بود، اینجا ای برای خانومه. this is her son. این هست پسرش. this is her daughter. این هست دخترش. her زمین ملکیت برای خانم. this is John. this is John. این هست جان. this is خب this is John. این هست جان. this is his father. this is his father. این هست کی پدرش. father یعنی پدر. پدر وقتی که این his اومد میگه این هست پدرش. this is his mother. این هست مادرش. مادر یعنی مادر. his که اینجا اومده یعنی مادرش. this is his sister. یعنی خواهر. این هست خواهرش. his یعنی خواهرش. his یعنی نسبت داده ای را به جان. خب this is Mary. this is Mary. این هست مری.
This is Mary. این هست مری. This is her father. This is her father. این هست پدرش. her گفتم ضمیر ملکیت برای خانومه. This is her mother. این هست مادرش. This is her brother. این هست برادرش. brother یعنی برادر. brother یعنی برادر. این هست برادرش. مستر بیل. خب فادر آقای بیل پدر خانواده است. پدر این پسر جان و پدر این مری. مسترز بیل خانم آقای بیل یک مادره. مادر کیه؟ مادر این پسر به نام جان، مادر این دختر به نام مری. خب اینجا زیده داتر. مری از اینجا بگم داتر. داتر مری دختر ای خانم. خب سن. سن پسر این آقای بیل. خب مری. مری کیه؟ مری یک خواهر. خواهر کی؟ خواهر جان. جان یک برادره. برادر کی؟ برادر مری. خب یک تصویر از اینجا بگیرم. دوباره متوجه شده باشید. read aloud. با صدای بلند بخوانید. name نام. face صورت. cake کیک. page صفحه. plate بشقاب.